استودیو جی تی ای شو با افتخار تقدیم می‌کند. رایدر دست در نکنه، عجب عرقی بود ناموسم. حلالت عرقی که ریختی واسه این عرق مشتی. گل لای پیپرت هم سلطان بکش دود چی مرحال رایدر رو با گل و عرقیجاتش میشناسم. منو که میشناسی، من جنبم بالاست، هنوز منو نگرفت. آخه سیجی ریق و تو با دلستر فاز بدبستی میگیری، بعد میگی عرق سنگی من تو رو نگرفته. این دفعه فرق داره، هیچی حس نمی کنم به خودت. همه از اون عرق برجی ها بدم بهت، معلومه سگی کفاف تو نمیده. شد آجی همینو کم داشتیم، پلیس جلومونه. رایدر فقط تبیه با فکر سلام جناب سرماده، یه چیز یعنی سرشو به ما چیز سر کن. خلص داری چی میکنی؟ خودت گفتی طبیعی رفتار کن. ببینم شما مستین؟ نه کی گفته سرکار؟ نه اون بطری ها چیه روش نوشته عرق؟ اونا عرق چیز. ببینید سرکار، مرد باز بو عرق بده. اون عرق یه عرق دیگه است که مرد باز بوشو بده. نه ببینین اینجا منظور از عرق عرفانیه. چرا چرت و پرت میگین؟ اون چیپس ها چیه پس؟ واسه مزه است؟ ببین سردار، یعنی سرشو بر بخور. ببینین اینجا منظور از مزه لبهای یاره. راجع برعکسشو نمیگفت دبیر ادبیات واسه اینکه لب‌بازی سعدی و زید شما سالی کنه. مرکز دوتا سگمز توی جاده توقیف شدن. جرثقیل رو اعزام کنین برای انتقال به پارکینگ. خب جناب چیز سرش همونه. ما با اجازهتون رفع زحمت کنین دیگه، ماشین دست خودتون رو میبوسه یا علی. کجا با این عجله؟ گواهینامه جفتتون باطل میشه و باید برین مدرسه رانندگی تا خوب قوانین رو بکنن تو چونتون. جسارتا اینجا کون استعاره از مغز دیگه جناب سرکار. بالاخره درست بود. یک کلاس ادبیات اجباری هم میفرستمتون. بچه شما اینجا چیکار میکنه؟ داش ماشینمونو خوابوندن، یکم دیگه اوضاع بیخ پیدا میکرد خودمونم میخوابوندن. ما داریم اینجا عرق میریزیم بعد میگن جرمه. آخه این درسته؟ اون عرقی که تو میشاشی تو بطری میدی دست ملت بله. واسا ببینم اصلا خودت واسه چی اینجایی؟ حاجی ملت رد دادن، چرا همه اینا دارن خلاف میاد؟ گمونم اون صابون انگلیسی که زدم باعث شد فاز بگیرم از سمت چپ رانندگی کنم. سلام برابکس، چه خبرو؟ محمود تو دیگه چرا اینجایی؟ والا کارگردان زنگ زد گفت همتون گواهینامه‌تون باطل شده، منم باید تو این سکانس حضور داشته باشم که جمعمون جمع باشه. خب بچه ها به کلاس آموزش رانندگی خوش اومدین. من آقای کبیری هستم دوستان. آقای کبیری قدر اون بیه تو فامیلی تو بدون، شرافت تو خریده یه تنه. بله با مبحث ابتدای شروع میکنیم. اینجا چه توضیح بده برای روشن کردن ماشین باید چیکار کنیم؟ استاد بستگی داره. به چه بستگی داره؟ سوال خوبی. بستگی داره سیمیچ ماشین رو داشته باشیم یا نه. مثلا هر وقت بخوام ماشین سیجی ها بردارم، چون سیمیچشو ندارم 2 سیم از زیر فرما میگیری و میزنی به هم استاد میخوره یا علی گویان میریم در پناه حق حرکت میکنی. دلقک میدیدم بنزین ماشین زود تموم میشه، 2-3 جان قور شده رو ماشین، پس کار تو ایل داشتی. خب کی میدونه قبل از شروع رانندگی باید چه چیزایی چک کرد؟ استاد آینه ها رو باید چک کرد، روغن موتور رو باید چک کرد، باد لاستیکا رو باید چک کرد. آفرین پسرم آفرین. کسی میتونه چیز دیگه هم اضافه کنه؟ استاد عرضم به درزت یعنی مرزت باید جاساز عرقا رو بررسی کرد که در دیدرس پلیس حین بررسی ماشین پیدا نباشه. بسته‌بندی گلارم باید یه دور دیگه چک کرد که موقع توزیع به ماشین مشکل پیش نیاد. به نظرم از مبحث ماشین دور بشیم و بریم سمت قوانین و مقررات. خب این کسی میدونه این تابلو راهنمایی مفهومش چیه؟ خب استاد این خط قرمز نشانه ممنوعیت هستش. آفرین سی جی. میتونی بگی این تابلو به ما داره میگه چه چیزی ممنوعه؟ بله استاد، این تابلو به ما میگه که گزیدن مار به حدی که کونش پاره بشه ممنوع هستش. خب این تابلو چطور؟ عرضم به درزت که این تابلو داره میگه به چپت نگیر داستان.
خب اون وقت این یعنی چی؟ خب این میگه خیلی نرم و با احتیاط به چپت بگیر، موردی نداره، فقط احتیاطی که مهمه. این تابلو چطور؟ استاد گمونم منظورش اینه که احتیاط کنید، ماشینا دارن تریسام میزنن. دیگه اینو درست بگین حضرت کالباس، یعنی حضرت عباسی. استاد فکر کنم این چیز 85 از کنین آقا، این نام است که کلاسای عمو جانی دلقه کا. بذارین اما پس تابلو بیاین بیرون، چند تا سوال تست هوش ازتون میپرسم. فرض کنین یه مار پای این رفیقتون رو نش بزنه. استاد دیواری کوتاه‌تر از پای ما نبود؟ دارم جهت مثال عرض میکنم آقا، واقعا که نش نزده پاشو. استاد میدونم میخوای چی بگی، فقط بگو مار از پشت نیش زده. خب آره میتونیم اینطوری در نظر بگیریم. خب استاد اگه اینطوریه پس 100% مار مقصره، چون از پشت زده. بابا به قرآن روانیم کردین، کلاس‌های تئوری کافی است، میریم بقیه آموزش‌ها رو ماشین اجرا کنیم. خب بچه‌ها با یه موضوع خیلی ساده شروع میکنیم. چی میتونه به من بگه گاز کجاست؟ استاد جان گاز بغل یخچاله. عرض یکم جدی باشید دیگه دلقه کا. خدای من از این شوق استفا میدم آخرش. خب جناب اسمو که عزیز آماده ای؟ بله استاد جون شما جون بخوا. همین که ما رو نکشی کافی عیزه. حالا که همه چی مرتبه و موتورم روشنه یکم گاز بده. چه سرطانه، خفه شدم، در چرا وانه میشه. استاد گفتی گاز بده. خب بیرون رده. خب جناب جانسون همین بغل نگه دار. اینجا برای دور زدن نیازی که از دور دو فرمون استفاده کنیم. از اونجایی که سر کلاس پاره شدم و 100 بارم توضیح دادم و داشتین با لوله خودکار گوله کاغذی تفمال سمتم شلیک میکردین، انتظار میره که کامل بلد باشه این موضوع رو. بله استاد، من که رانندگی تو چیز یعنی تو خونم جریان داره، فقط برای دور دو فرمون ماشینا همین یه دونه فرمونو دارن که فرمون دوم کجاست؟ ردی عیزم گم شو، از جلو چشم خفه شو. استاد اصلا نیازی به این لوس بازی ها نیست به خدا، بیا نشونت بدم اینجا رو چجوری میپیچن. وای تا داره چی کار میکنی؟ یا جعفر ابن موسی رضا. استاد به نظرم یه سختش نکنیم، ما رو قبول کن بذار بریم پی کاسبیمون. فقط روشنش کن که چی نمیخوام بگه ازت، فقط این گوه روشن کن. خب برو بشین پشت فرمون، ماشین رو از پارک در بیارش. استاد رخصت، فقط شما سوار نمیشی؟ نه من از همینجا نظارت میکنم، شما کارتو بکن. چشم استاد. بچه ما یکم هول کردم، اگه تونستین یه تقلب ریز برسونین ناموسم. حل عشقم، هوا تو داریم ما، خیال تخت 2 نفره. محمود دنده عقب همین فرمون بیا جلو. دنده عقب بیام جلو چی؟ اصلا من نفهم چی؟ الان چی؟ حاجی چی؟ دنده عقب جلو؟ حاجی دنده عقب جلو چی؟ چرا داری طولش میدی پسر جان؟ مگه جلو میشه زن اصلا من نی؟ وای حاجی هول کردم. وای چه خوب دنده عقب. چی کار داری میکنی؟ اما الان موتور ماشین میاد پایین. آی سیگار دردم نزنه حوضه بیاده بشه. 12 ثانیه بعد. حاجی چقدر بد شد نتونستیم گواهیناممونو بگیریم. حاجی حالا میگین چی کار کنیم الان؟ من که میرم یه برگر بزنم با ماشین، اگه جایی میرین برسونمتون. مشتی همین الان از آزمون رانندگی رد شدی و گواهینامه نگرفتی و صاف میری که با ماشین رانندگی کنی؟ الان به نظرت اشکالی داره؟ نه حاجی راستش منم گشتمه. وایسا با برابچه یوتیوب یه صحبتی کنم بعدش بریم. خب برعکس اگه با این قسمت حال کردی لایک و بمالید و چنلمونم بسابید، تو کامنت ها بنویسید که قسمت بعدو دوست داریم بسازیم واسهتون یه چی. بعد خدایی تو کامنت ها بگید این تابلو معنیش چی میشه، ما که به مربی